یه خانوم انگار که یک تلفن همراه دستشه و یک قطعه از این اشیا شوک بزرگی رو به محققان باستانشناسان میده. آیا شما به سفر در زمان اعتقاد دارید؟ سلام، نوید امیدی هستم. اینجا کانال تلپورت. خیلی خوش اومدین. سال هاست که کلی فیلم و سریال و ویدیو ما دیدیم از فرضیه‌ای به نام سفر در زمان، اما همچنان هیچ سندی براش ارائه نشده که ما بدونیم که این واقعیت داره یا آیا انسان به این تکنولوژی دست پیدا کرده یا نه. البته اینو باید بگم که خیلی دیگه از مسائل هم بوده که ما تا امروز فکر میکردیم که در حد یک تخیله، اما انگار که عقب یک المان‌ها، یک نشانه‌هایی به ما دادن که امروز راحت‌تر میتونیم قبولشون کنیم، مثل فیلم‌هایی که سالیان سال در مورد موجودات فضایی میسازن و امروز میبینیم که به راحتی میان در موردشون صحبت میکنن. یا خیلی ساده‌تر بهتون بگم، یک زمانی سوار شدن انسان بر هواپیما و چیزی که بتونه پرواز کنه در حد تخیل بوده، اما امروز یکی از رایج‌ترین وسایل نقلیه در جهانه و مدل‌های مختلفش رو هم داریم می‌بینیم، چه جنگیش باشه، چه مسافریش باشه، چه باریش باشه، همه مدلش رو دارن تولید میکنن و دیگه برای اون یه چیز خیلی ساده است. این اتفاقات آدم رو به فکر فرو میبره که آیا ممکنه که هر چیزی که ما داریم تخیلش رو میکنیم و در حد فرضیه است یک روزی به حقیقت تبدیل بشه؟ ولی خب انسان میتونه با یک برچسب و مهر فیک بودن و ساختگی بودن هر چیزی رو در جهان نقص کنه و بگه که این واقعیت نداره. حالا ما امشب میخوایم بریم با هم دیگه چند تا سند ببینیم که من توی واقعی بودن یا ساختگی بودنشون هیچ نظری ندارم و تنها در حد یک مستند کوتاه میخوایم کنار هم نگاه کنیم و شاید بهش فکر کنیم با توجه به اون توضیحاتی که من اول ویدیو دادم. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرید و با لایک و کامنت و سابسکرایبتون من متوجه بشم که پارت بعدیش رو هم باید بسازم. پس بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. در سال 2010 فیلم سیرک چارلی چاپلین که محصول 1928 بود در سینماها اکران شد و تکه‌ای از این فیلم توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرد که تا قبل از این شاید بهش توجه نکرده بودن. بریم با هم دیگه این تیکه رو ببینیم، در موردش صحبت کنیم. همینطور که میبینید یه خانوم انگار که یک تلفن همراه دستشه و داره جلوی دوربین و پشت این گورخره حرکت میکنه. در اینجا دو تا سوال هست. یک، آیا اصلا اون تلفن همراهه که دستشه؟ چون مدل راه رفتنش و دست گرفتن شبیه تلفن همراهه و اگر تلفن همراه نیست پس چیه؟ و سوال دو، این فیلم داره کارگردانی میشه، یعنی هر اتفاقی که توی اون صحنه میفته داره توسط کارگردان دیده میشه. آیا خبر نداشتن از این اتفاقی که داره میفته جلوی دوربین؟ اینا سوالاتیه که هنوز براش جوابی پیدا نشده و همچنان مثل یک راز باقی مونده، در صورتی که خود چارلی چاپلین هم دیگه در دنیا نیست که ازش بپرسن توی این فیلم چه اتفاقی افتاده. در دسامبر سال 2008 زمانی که داشتن توی شانشی چین یک حفاری باستانشناسی می‌کردن با یک مقبره روبرو میشن که 400 سال قدمتش بود و مهرموم شده بود. زمانی که مقبره رو باز میکنن یک قطعه از این اشیا شوک بزرگی رو به محققان باستانشناسان میده.
اون قطعه یک انگشتر طلا بوده که روی اون طرح یک ساعت بوده. چیزی که بیشتر اعجاب آور بود این بود که پشت این انگشتر کلمه سوئیس حک شده بود. شرکتی که در سال 1940 در سوئیس این مدل از انگشترهایی که طرح ساعت داشتن رو تولید کرده بود، حالا در یک مقبره 400 ساله نمونه ای از محصول اونها رو پیدا کردن. حالا بیایم یک فرضیه بذاریم. 400 سال پیش در چین زمان امپراتوری مینکا بوده و اشخاصی که از کشورهای دیگه برای دیدن امپراتور می اومدن هدایایی می آوردن و جزو رسومات بوده. ممکنه که شخصی چنین انگشتری رو طراحی کرده باشه و برای امپراتور هدیه آورده باشه، اما علامت سوال بزرگ اینه که چرا طرح یک ساعتی که در اون زمان در جهان چنین طرحی از ساعت وجود نداشته؟ در سال 1941 میلادی در مراسم افتتاح پل ساوث پارک در بریتیش کلمبیا عکسایی گرفته شد. یکی از این عکس‌ها مورد توجه افرادی قرار گرفته که روی نظریه سفر در زمان تحقیق میکنن. توی این عکس دو فردی که لباسشون رو رنگی کردن، یکیشون بسیار متفاوت عینک آفتابی زده، تیشرتی تنشه که روش چاپ یک لوگو رو داره و انگار که یک سویشرت تنشه. حالا سوال اینجاست که چرا یک نفر با این ظاهر متفاوت باید توی این عکس باشه و بقیه افرادی هم که دور و برش هستن هیچ واکنشی به این نداشته باشن؟ حالا ممکنه که توی اون شلوغی که اومدن برای استقبال یا برای اون مراسم افتتاح حواسشون نباشه، ولی ما زمانی که توی یک جمعی باشیم و یک نفر لباسی متفاوت از ما تنش باشه، قطعاً نظرمون رو جلب میکنه یا حداقل بهش یک نگاهی میکنیم. اما توی این عکس ما داریم میبینیم که هیچ کس حواسش به این آقایی که لباسش و ظاهرش کاملا متفاوته با دیگران نیست. یه دلیل ساده میتونه برای این عکس عجیب وجود داشته باشه که به راحتی بگیم خب این عکس ساختگی و فتوشاپه. اما اگر این عکس واقعی باشه، اون موقع سوالات بیشتری برامون پیش میاد که هنوز براش جوابی نداریم. یه تکه فیلم که از سال 1928 به صورت صامت ضبط شده، نظر خیلی از محققانی که روی سفر در زمان تحقیق میکنن رو به خودش جلب کرد. The footage in question shows a woman walking past the camera holding an object closely to her ear. اما این فیلم هم مثل فیلم چارلی چاپلین یه نکته‌ای داره. اونم اینه که چرا افرادی که دارن از کنار این خانم رد میشن و میبینن که یک نفر با یک وسیله‌ای داره صحبت میکنه که هیچ شناختی ازش ندارن، اصلا براشون عجیب نیست و هیچ واکنشی نسبت بهش ندارن. این سوالات ممکنه باعث بشه که ما فکر کنیم که خب این ویدیو هم ساختگیه، اما ما میخوایم به قسمتش توجه کنیم که ممکنه واقعیت داشته باشه و یک علامت سوال عجیب دیگه توی ذهن ما ایجاد میکنه با کلی نکته هایی که توی این فیلم ها هست و ما براشون جوابی هنوز پیدا نکردیم. خب خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین، ویدیو رو تا پایان نگاه کردین. امیدوارم که لذت برده باشید و منتظر کامنت های زیباتون هستم که من این سیر رو ادامه بدم یا نه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عاشقتونم. حال دلتون عالی.